مرگ هر انسان ناگزیر است. خداوند بزرگ سال، روز، ماه و دقیقه های عمر هر انسان را در دفتر اعمالش می نویسد. سنه 1 نوامبر سال 2024 خادم نمایان دولتی و جمعیتی، سابق رئیس شهر پنجکین، معاون اول رئیس ولایت سوخت، معاون رئیس شهر دوشنبه، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نامزد علم اقتصاد سامادوف شکربک دادخواهی ویش بر اثر بیماری در سن 66 سالگی از عالم درگذشت. مراسم جنازه و دفن روانشاد سامادوف شکربک دادخواهی ویش در قبرستان سر کمر شهر پنجکین با سخن افتتاحی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده آغاز یافت. السلام علیکم همدیاران عزیز، مهمانان گرامی، دوستان ارجمند. صبح امروز با اثر بیماری رشته عمر یکی از شخصیت‌های نمایان جمهوری، خادم نمایان دولتی و جمعیتی، سابق رئیس شهر پنجکین، معاون رئیس ولایت سوخت، معاون رئیس شهر دوشنبه، عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نامزد علم اقتصادی سامادوف شکربک دادخواهی ویش در سن 66 سالگی کنده شد. سامادوف شکربک دادخواهی ویش سنه 15 می سال 1958 در دهه یریمتوق ناحیه کمسمال ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان چشم به عالمی هستی گشوده است. پس از ختم رشته مهندسی برقی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان، فعالیت مهنتیش را به حیث برقکار شبکه‌های برق شهر پنجکین آغاز نموده، سپس در وظیفه‌های مهندسی شبکه‌های برق، معاون دیرکتور خواجگی دولتی نوآباد، سرمهندس کارخانه کارکرد چوب شهر دوشنبه، دیرکتور گنرالی شرکت منالیتستروی شهر دوشنبه، سردار شبکه‌های برق ناحیه‌های سابق فرونزه و مرکزی شهر دوشنبه، سردار اداره فروش برق شهر دوشنبه، دیرکتور گنرالی اداره تاجیک انرژونادزور جمهوری تاجیکستان، مدیر شعبه سوزشواری و مجمع انرژتیکی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کار کرده است. در این بیت شادروان در هیئت نیروهای سابق اتحاد شوروی در خاک جمهوری افغانستان وظیفه اینترنشنالیش را با سربلندی اجرا کرد. فعالیت منبعده زنده‌یاد شکربک سامادوف با راهبری در وظیفه‌های مسئول در سطح شهر پنجکین، ولایت سوخت، شهر دوشنبه و دیگر مقامات جمهوری تاجیکستان مربوط است. سال 2001 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شادروان شکربک سامادوف با وظیفه رئیس شهر پنجکین تعیین گردیده تا سال 2006 این وظیفه مسئولیتناک را با کمال کاردانی به اجرا رسانید و برای رشد این شهر باستانی سهمی ارزنده خویش را گذاشت. سال 2006 سامادوف شکربک دادخواهی ویش به وظیفه معاون اول رئیس ولایت سوخت تعیین گردیده در این مقام بلند تا سال 2010 با کمال مسئولیت شناسی کار کرد. مرحوم سالهای 2005-2010 عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و سالهای 2010-2015 وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی
پنجکین رقمی 21 بود. بعد انجام وکالتی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی کشور زندیات سامادوف شکربک دادخواهی در وظیفه های معاون رئیس شهر دوشنبه مقامات دیگری جمهوریوی کار و فعالیت نموده تا دمی مرگ به حیث معاون دیرکتوری فیلیال دانشکده انرژتیکی فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه ایفای وظیفه می نمود. برای خدمت های شایسته مرحوم با اردن ستاره سرخ نشان اسامبله بین پارلمانی اتحاد دولت های مستقل عنوان اعلاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سپاسنامه و افتخارنامه های زیاد قدر شناسی شده است. در جمع محتوی معاون رئیس ولایت سوخت دوران زاهد ساده از نام رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجبای احمدزاده با اهل خانواده پیوندان و نزدیکان شادروان شکربک سامادوف تسلیت و همدردی بیان کرد. السلام علیکم دوستان عزیز، خویش و تبار پیوندان و یار دوستان شادروان شکربک سامادوف. مرگ بیامان امروز از بین ما شخصی را در بود که تمام عمر گرانمایه خویش را برای خدمت به خلق بهر آبادی و شکوفایی و سرسبزی این سرزمین صرف نموده است. در این روزی برای اهل خاندان مرحوم نهایت وزنین و مصیبت بار از نام رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شخصا رئیس ولایت محترم رجبای احمدزاده و پیوندان و خویش و تبار شادروان شکربک سامادوف ایصال تسلیت می‌نمایم. یکی از دوستان همکاران سابقه‌دار خدمت دولتی حکیمبای محکم و پیرامون فعالیت فراموش‌ناپذیر شادروان شکربک سامادوف اندیشه‌هایش را این طور بیان کرد. مرگ صاحب جهان را نشان غفلت است. شمع چون خاموش گردد داغ محفل می شود. محفل ما جمع آمد ما امروز داغ دارد. داغ مرگ نابهنگام و خیلی بر وقتی شکربک سامادوف همچون یک انسان دارای خصلت‌های بلند انسانی، یک راهبر ورزیده ساحه اداره کنی دولتی، یک شخصی که دارای غیرت و شجاعت خیلی بلند بودند. میگویند که نقش نام خویشتن در سنگ خارا شرط نیست، زنده آن نامی که در دلهای مردم جا گرفت. واقعا شادروان سامادوف شکربک با گفتار و رفتار خود، با جسارت و غیرت شیرانه خود، با دستگیر بی‌واسطه مردم قطاری و مردم زحمتکش، مردم بی‌پرستار بودند، در دل و دیده مردم جا گرفتند و تا ابد جاودان باقی خواهند ماند. برادر شادروان میرزابک سامادوف به همه آنهایی که در مراسم جنازه و دفن برادر زنده یادش شکربک سامادوف شرکت ورزیدند اهل سپاس خانواده را بیان نمود. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، همه شمایان را برای وقت عزیز خود را دلیل نداشته به جنازه برادر جوانمرد من خوش آمدید میگویم. این همه وقت سربلند باشید و دادر من یک جوانمردی به ننگ و ناموس و سربلند بودن در عائله هر یک شما تربیه یافتنی همین گونه انسانها را آرزو میکنم. روحت شاد جنت باشد برادر عزیز. شکربک سامادوف در قبرستان سری کمری شهر پنجکین به خاک سپاریده شد. همگان دست به دعا برداشتند، از خداوند بزرگ طلب کردند که جایش را جنت، روحش را شاد و یادش را گرامی گرداند. ما نیز دست به دعا می برداریم و از نام شاعر برای روانشاد زنده یاد سامادوف شکربک می گوییم: تربتش از نور حق معمور باد، خوابگاهش جاویدان پر نور باد.